زرخ گلگرمی آتش، زرخ گلگرمی آتش. بله، وطن خون سیاوش، وطن کمان آرش. اینه که ارتباطمون با خانم جاله وفا برقرار شده و از این لحظه و تلفن‌های ما 2046 31 43 48 38 خواهد بود. خانم وفا با سلام و درود فراوان خدمت شما و سپاس داریم که دعوت ما را پذیرا شدید و به رادیو عصر جدید خوش اومدید. عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو عصر جدید. گویا ارتباطمون قطع شد. سعی می‌کنیم که دوباره این ارتباط رو برقرار کنیم. دوباره باز خواهم گشت در گلخانه ها را باز خواهم کرد، تمام آسمان را آبی پرواز خواهم کرد، تو را در کوچه های کودکی آواز خواهم کرد. دوباره باز خواهم گشت، دوباره باز خواهم گشت، تمام قفل‌ها را باز خواهم کرد، از آن جایی که ماندم ناتمام آواز خواهم کرد. تو را ای خواهی برها، تو را ای
تشنه سیران. و دوستان شما عزیز ارتباطمون دوباره برقرار شده و بابت این اشتباه تکنیکی که همیشه پیدا میکنیم از شما عزیزان عذر میخوایم. اینا خانم وفا را در ارتباط مستقیم داریم. خانم وفا عرض کردیم خدمتتون سلام و به رادیو عصر جدید خوش اومدید و امروز ما خواستیم با شما در رابطه اونجایی که پس فردا سال روز بزرگ انقلاب ملت ایران هست و در این رابطه خواستیم به سوالاتی در رابطه با انقلاب به مناسبت سال روز انقلاب بهش بپردازیم. با کمال میل عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو عصر جدید در خدمت هستم. بفرمایید. عنوانمون اینه که دلایل به حق بودن انقلاب سال 1357 است. در آستانه سالگرد انقلاب 57 هستیم و بعضی و این عقیده‌اند که این انقلاب گل بر گلوله بود و بعضی بر این عقیده‌اند که این شورش بود یا جهل. اما تعریف شما از انقلاب چیست؟ عرض کنم خدمت شما من جزء دسته اولم که این ویژگی بزرگ انقلاب مردمی سال 57 رو در خشونت زداییش میبینم و این رو هم خود من صرفاً نمیگم، گرچه شاهد بودم که خشونتی به کار از طرف مردم برده نشد. الان کتابی چاپ شده به نام جنبش‌های مدنی منطق راهبردی کنش بدون خشونت، خانم اریکا چنووس و خانم ماریا جی استفان نوشتن. این کتاب در ایران هم چاپ شده، ترجمه آقای محمد امیره و این کتاب یک فصل خودش رو به ایران، انقلاب ایران اختصاص داده و در اونجا اشاره میکنه و حتی در حاصل سخن میگه که به ادعای ما اگر اپوزیسیون داخل ایران در زمان شاه تا زمانی که در نهایت روش اصلی مقاومت خود را از روش خشونت آمیز به خشونت پرهیز، البته منظورش خشونت زداست، پرهیز فقط تنها نیست، اشاره میکنه به سازمان‌های چریکا و جنبش مسلحانه، میگه تا اینها روش اصلی خود رو از روش خشونت آمیز به خشونت پرهیز تغییر ندادند، به بهره برداری از این نقاط ضعف همواره ناموفق بودند. بعد توضیح میده در بخش دیگری از این کتاب و میگه که این نشان دادن دوستی و برادری با نیروهای امنیتی یا سربازا بخش مهمی از استراتژی مخالفان بود در انقلاب ایران و در جریان تظاهرات معترضان به سربازان گل هدیه می‌کردند و شعار می‌دادند برادر ارتشی چرا برادر کشی و ارتش بخشی از ملته و این باعث شد که نتونه پادگان‌ها پیوستن افسران به مردم و شکست اون به اصطلاح ابهت یا ترس از نیروهای سرکوب و مقامات امنیتی وفادار به شاه هم از ترس از همپاشیدگی ارتش برنامه‌هایی رو برای محدود کردن ارتباط بین سربازان و معترضان تهیه کرده بودند که باید واحدها رو جمع‌آوری کنیم بفرستیمشون به مکان‌هایی که با سربازان تماس نداشته باشن. با این اوصاف و موفق نشدند و حتی در به اصطلاح شعارهای انقلاب در خود پادگان هم سر داده میشه. حالا به هر حال از این کتاب یکی از حسن‌ها و ویژگی‌های انقلاب ایران رو و یکی از دلایل موفقیتش رو روش خشونت زدایی میده و توش هم توضیح میده که جنبش مردم درش شرکت داشتن. بنابراین کسی که به این انقلاب میگه انقلاب جهله هم به ملت توهین میکنه هم به خودش. یکی مگر مثل آقای رضا پهلوی که اخیراً گفته بود من چرا از آمریکا برم، دوستام همه اینجان، خانوادم اینجان، دل به جای دیگری خوش کرده و مردم ایران را هموطن خود نمیدونه که به اونها نسبت جهل میده کسی که این کارو میکنه. حالا به هر حال شما فرمودید یا پرسش کردید که من انقلاب رو چی میدونم یا کی از دید من انقلاب رخ میده. ببینید
انقلاب نیست که خشونت میزاید. خشونت چه بسا در طول عمر چند نسل متراکم میشه، از طرف دولت بهش این اعمال میشه و مثل مواد مذاب نیاز به فوران پیدا میکنه. انقلاب امکان فوران خشونت‌های متراکم رو فراهم میاره. اما از اینجا مهمه، مثل تو این مثال لوله‌ای که میخواد بیاد این خشونت بالا که میرسه، از اینجاست که نوع رهبری است که چگونگی جهتیابی این خشونت متراکم رو معین میکنه. اگر رهبری یک انقلابی قصدش از به اصطلاح تصرف دولت صرفا نباشه، میاد اون خشونت متراکم رو که یک نیروی محرک است، به هر حال نیروی جهتش میده به طرف نیروهای محرکه باز که نظام اجتماعی رو تحول پذیر کنن و باز کنن. کاری که فرض کن نلسون ماندلا، گرچه خودش از سازمان نظامی به اصطلاح یعنی گروهشون کار مسلحانه میکرد، در زندان مخالفت کرد با کار خشونت آمیز و اون خشونت متراکم در آفریقای جنوبی رو رهبریش کرد به سوی روش مسالمت آمیز، ولی در این حال موفق و پیروز. یا اینکه اون رهبری میاد این رو برعکس میاد وقتی انقلاب رخ میده هدایتش میکنه به سوی تصرف دوباره قدرت، بعد نیاز داره به نیروهای سرکوب، سپاه درست میکنه، فرض کنی کمیته درست میکنه به اسم دفاع از انقلاب، در واقع دفاع از یک رژیم جدیدی که به همون به اصطلاح بنیادها رو به شکل قدرت بازسازیش میکنه تحت لوای جدید. خیلی از انقلاب‌ها موفق میشن در پیشبرد اهدافشون، بعضی از انقلاب‌ها رهبریش فاسد میشه، مثل انقلاب مردم ایران. اون رهبری که در قدرت نشسته وگرنه بر رهبری طرفدار حقوق مردم رو علیهش کودتا کردن. در سال 1960 علیه منتخب واقعی ملت ایران کودتا شد. بنابراین رهبری موافق حقوق مردم و بازسازی بنیادها بر اساس آزادی و استقلال و رشد وجود داشته، علیهش چیز شد، کودتا شد و به گیر و ببند و خفقان دهه 60 ایجاد شد. حالا پس بنابراین این اون نظامی که به حد خشونت رو در ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی اعمال میکنه، فقر، وابستگی، خفقان، سازمان‌های امنیتی مخوف مثل ساواک، حزب رستاخیز اجباری کردن عضویت در اون، اصلاحات ارضی ناموفق که مثلا قشر جوان روستایی بیکار شدن با این اصلاحات ارضی، بعد فروش منابع به قیمت ارزان ولی نتوانستن اون رو خرج کردن در اقتصاد و ایران رو کرده بودن دروازه واردات، جور که نخست وزیر شاه هویدا گفت که ما یه آبگوشت که غذای سنتی مونه از گوشتش و نخودش و عدسش و همش وارد میشه. خب افتخار بود که همش وارد. صنعت مونتاژ، اینا همه فرم‌های مختلف خشونت بود که به جامعه ایران، من خودم اینو همینجوری نمیگم، من تا سن 16 سالگی همه ایران به غیر از 2 شهر ملاقات رفته بودم، دیده بودم. بنابراین فقری رو که بیداد میکرد در روستاها و شهرهای کوچک ایران به چشم خودم دیده بودم. اینها همه باعث شد که جامعه حیات ملیش رو در خطر ببینه، به انقلاب بلند میشه. یعنی میخواد همه ساختارات فاسد شده، این خود نظام که فساد مثل سرطان تمام وجودش گرفته و جلوی مردم مثل شمع مثل برف آب شدن، این بنیادها باید برمیگشت به آزادی و استقلال. حالا اینجا یک خطای در رهبری رخ داده، سوار بر انقلاب شدن، انقلاب رو از آن خودش میدون، در صورتی که انقلاب رو مردم کردن. هیچ ملتی هم هر روز بیکار نیست بیاد تو خیابون انقلاب بکنه، جون بچه های خودشو، فرزندان خودشو به خطر بندازه، جون خودشو به خطر بندازه، کارش رو به خطر بندازه، آیندهش نامعلوم بشه. نه،
پس بنابراین یه هدفی داره، یه چیزهایی رو میخواد، یه چیزهایی رو نمیخوان. اونم انقلاب ایران رو دیگه کی بود من نبودم و نمیشه کرد، گرچه خیلی عادت دارن که از سر خود باز کنن. فیلمهاش هست، تمام دنیا دیده که یک جنبش همگانی و اکثریتی از مردم ایران تو خیابونها بودن و انقلاب رو میخواستن. و انقلاب رو مردم ایران کرده. یه ملت رو نمیشه بگی از تحصیل کرده دانشجویش تا دانشجو و اساتیدش تا جامعه شناساش تا کانون نویسندگانش تا شاعراش تا معلماش تا کارمندای شرکت نفت و گازش تا کارگرش تا دهقانش تا زن خانه‌دارش تا زن پزشکش تحصیل کرده هاش بیان وسط خیابون و خیلی راحت من و شما بشینیم بگیم عقل نداشت. خیلی راحته. نه، هر انقلابی دافعه داره و جاذبه داره. برای یه عده‌ای که اصلشون چاپیدن مردمه، قدرته و فقط رفاه من، برای من اصلا فرق نمیکنه مثلا تو روستای ایران چی میگذره اصلش باشه، رفاه خانوادی خودشو نگاه کنه، خواهی برای این انقلاب مخالفه. به خاطر این که میبینه که خیلی پستایی که از رو ضابطه گرفته دیگه بهش نگرفته، از رو رابطه گرفته دیگه باید بذاره کنار. فرض کنید اگر یک ثروت ملی است باید بین همه تقسیم بشه، استانهای محروم باید بشه. این هدفهای انقلاب بود دیگه. این که حالا این رژیم بدتر کرده امر دیگه است، مثال خواهیم زد، حالا بعدا بهش میرسیم. پس بنابراین این انقلاب ضروری از این نقطه نظر میشه که یک جامعه‌ای حیات ملی خودشو با خطر رو به رو میبره، دست به انقلاب میزنه، میگه که من نمیخوام، من این شرایط رو دیگه نمیتونم تحمل کنم. خشونت به حدی رسیده که فوران باید بکنه. ما میخوایم یک نظامی بسازیم که توش خشونت وجود نداشته باشه. بنابراین میاد جون بچه‌هاش هم به خطر میده. تو میدان ژاله گر آدم کشتن، به تیر بس دولت بختیار مردمون به تیر بس، به خاطر اینکه عقل نداره که بیا بچه‌شو بفرسته تو خیابون که رژیمش راحت بکشتش. خیلی هم بالاتر از عقل داره. عشق داشته، عشق به وطن داشته، عشق به آینده داشته، عشق به همون فرزندی داشته که میخواسته مبارزه کنه برای آیندهش. پس بنابراین جدایی از این یک سری ضوابط و شرایطی باید در درون اون نظامی که میخواد برانداخته بشه به وجود بیاد. یه سری شرایط و ضوابطی باید در مردم تغییراتی رخ بده، از لحاظ فکری، ذهنی، میل به تغییر، روشن کردن آینده، مشخص شدن بدیل. یه سری تغییراتی هم باید در سطح منطقه و جهان به وجود بیاد که مردم احساس این نکنن که اگه من الان با دولت داخلی رو خواستم سرنگون کنم یه قدرت خارجی کمین کرده باشه. ایران انقلابش زمانی رخ داد که هم دولت مثلا هم شوروی دچار از درون پاشیدگی بود که بلافاصله بعدش هم دیدیم، هم دولت آمریکا در دوره انقباضش دیگه نه به اصطلاح انقباض اومده بود نه انبساط، یعنی اون کشورگشایی دیگر رو نداشت. هم افکار عمومی جهان صدای حق طلبانه مردم ایران رو شنیدن، دیگه پشتیبانی نمی‌کردن. هم شاهد بودیم که شاه وقتی ایران رو ترک کرد هیچ کشوری حاضر نمیشد بپذیرتش. چرا؟ به خاطر که ملت‌ها به دولت‌هاشون فشار می‌خواد بیاد کشور من ما اینجا ما بیام از یه دیکتاتور در مقابل مردم ایران که حق زندگی دارن به اصطلاح دفاع کنیم. پس بنابراین تا اون شرایط به شکل مجموعی به وجود بیاد انقلاب رخ نمیده. این انقلاب رو مردم درش شرکت دارن، چشمامون رو باز کنیم ببینیم واقعیت‌ها رو، به زور انکار نکنیم واقعیت‌ها رو. این انقلاب مردم اهدافی داشتن که در شعارهاشون کاملا مشخص بود. رشد میخواستن، استقلال میخواستن، آزادی میخواستن، جان فرزندان خودشون رو دادن به خاطری که وطن آینده داشته باشه. برای که یه عده بی وطن رو از دید اونها بی وطن بر ایران حکومت میکردن به خاطر اینکه به تخریب ایران دست می‌یافت. حالا مگه همین نظام الان که جنبش مهسا خودش میگه
ما مردم میگن ما جنبش اسمش نظری چیز به اصطلاح اعتراض خودشی انقلابه، همین شرایط داره در ایران وجود میاره. یعنی همون شرایط در درون نظام، تغییراتی که انقدر دچار خرافه و چشمش بسته است به واقعیات و دور از واقعیات و تکیه بر مافیا این نظام ولایت فقیه داره و در مردم میل به تغییر به جانشون رسیده این همه خشونت های این نظام و در سطح جهانی هم وضعیت علیکم به زمان انقلاب فرق میکنه. آرام آرام وضعیت منطقه البته خیلی تفاوت داره با اون موقع. الان دور ایران دورش حلقه آتشه، پایگاه های نظامی امریکا هست، ولی مردم ایران آنچنان توانایی با این جنبش مهسا نشون دادن که امریکا جرأت حمله نمیکنه به یه مردمی که میدونه وطن دوست. وقتی شعار میده از زاهدان تا فرض کنید کردستان جانم فدای ایران، میدونه با یه ملت یک پارچه روبروه. امکان انقلاب هست. دوره الان مقاومتش طولانی شده برای که میزان سرکوب و خشونت نظام ولایت فقیه انصاف باید داد بیشتر از میزان سرکوب مخالفان توسط نظام شاه. نه اینکه شاه دامنش پاکه از هر خونی، نه، هیچ خیلی هم لکه داره، بسیاری رم کشته، شکنجه کرده، زندانی کرده، ساواک بسیار قدر قدرتی رو به جون مردم انداخته بود و همینها باعث شد که خیلی عواملی که حالا شاید در این مصاحبه کوتاه نشه همه رو بیان کرد، باعث شد که مردم بیان تو خیابون بگن ما این نظام نمیخوایم و ما چیز بهتری رو میخوایم. حالا اینکه موفق شدن یا نه که اون بهتره رو سعیشون کردن. پس برای چی این نظام ولایت فقیه اگر موافق انقلاب بود، خودش ضد انقلاب نبود، کشتار دهه 60 رو ایجاد کرد. حالا یه مثال کوتاه هم عرض کنم. ببینید ملت فرانسه چرا انقلاب کرد؟ اونها وضع مالی مردم، فقر انقدر زیاد شده بود و اختلاف زندگی لویی با مردم به حدی شده بود که معروفه، میگن به همسر ماری آنتوان، به همسر لویی خانم ماری آنتوان گفتن میگه چرا مردم شلوغ میکنن و شورش کردن؟ میگه برای که گرسنه‌ن، نون ندارن میخوام. میگه خب بیسکویت بخورن. اینقدر پرت از اوضاع بوده که مردم انقلاب کردن. شعارشون شعار مردم فرانسه بود آزادی، برابری، برادری. این شعار رو مردم شنیدید یه بار بگن مردم فرانسه از انقلاب خودشون پشیمونن؟ هنوز داره جمهوری پنجم شعاره، چون تو قانون اساسی شعار انقلاب کبیر فرانسه رو دارن. به فاصله بعد از چیز مگر روبسپیر دوران خفقانی رو راه انداخت که اصلا گیوتین اختراع کردن و گیوتین سر هر چی بسیار مخالف بود و میزن، کشتار راه انداخته بود. مگر بعد از انقلاب فرانسه دیکتاتوری ناپلئونیسم نیامد سر کار؟ اصلا کسی جرئت نمی‌کرد اسم انقلاب رو بیاره. ولی مردم فرانسه انقدر بلوغ فکری سیاسی داشتن که جنایت‌های رژیم‌های بعد از انقلاب رو با خود انقلابشون یکی نکن. حالا این بلوغ فکری رو اونهایی که این انقلاب شورش میدن ندارن، متاسفانه باید پیدا بکنن. بزرگترین داشته یک ملتی رو، مردم ایران رو، که مایه افتخار بود برای من. یادمه بعد از انقلاب توی آلمان وقتی میفهمیدن اون زمانا مثلا آدمای مسنش مردا کلاه میذاشت، کلاه شاپول سرشون بود، وقتی میفهمیدن ایرانی هستی به احترام تعظیم، یعنی واقعا کلاه رو برمیداشت به احترام که عجب ملت شجاعی هستید شما که همچه انقلابی رو کرد. تلویزیون آرد کانال 1 آلمان که مهمترین کانال رسمی تلویزیون آلمانه که اخبار پخش میکرد، تا 1 سال اولین خبرش بعضی موقع حتی قبل از نشون دادن آرمش خبر ایران بود، خبر انقلاب ایران بود، تحولات انقلاب ایران. اینقدر این اثر داشت تو جان. من الان این همه سال آلمان زندگی میکنم، هنوز یه خبر من راجع به کشور واقعا نمیشنوم در اخبار آلمان در مورد مثلا نروژ، سوئد، دانمارک، کشور همسایه‌شونه، لهستان، بلژیک خبر بدن. ایران همیشه صدر اخبار بود. پس بنابراین اهمیت داشت. این غربی‌ها بهتر از ما فهمیدن انقلاب ایران چه تحولی در خاورمیانه درست کرد و هنوز زمینه ساز خود انقلاب مردم رو دارم میگم. اینکه یه ملتی بلند بشن
بگن ما اهدافمون اینه و برایشم جانم بدن، مالم بدن، وقتم بذارن. و این ملت رو میشه گفت شما نمونه اید، الگوی حسنه هستید، شما مایه افتخار تاریخ ایران هستید که همچی کاری رو کردید و هدفتون هم بسیاری از اون انقلابیون پی نگرفتن. این رژیم حاکم رژیم ضد انقلابه، این رژیم ضد اهداف انقلاب نذارید تو سینی کار مردم و داشته مردم تقدیم یک رژیم جانی بکنید. اینا مثل از روسپیه بدترن، از سلطنت به اصطلاح ناپلئون بدترن در خونریزی و کشتار. پس بنابراین پاسدار اهداف انقلابمون باشیم. انقلاب اگر ضروری نبود و اگر برحق نبود و اگر پشت 30 میلیون جمعیت ایرانی نایستاده بود رخ نمیداد. رخ داده، یه عده نمیتونن بر بتابن، خب منافعشون به خطر افتاد. اشکال هم نداره، هر انقلابی یه سری دافعه داره. مثلا طرفداران لویی و موافق انقلاب فرانسه بودن، نه مخالف بودن. بنابراین خب معلومه یه عده هستن خیلی از پهلوی طلبا مخالفن، فوش میدن، روزای خودشونو به در دیوار میزنن و هر چی ضد ادبیات و ضد فرهنگ هست نثار مردم ایران میکنن رو بچه بر همین مردم میخوان حکومت کنن، میخوان آینده بر همین مردم پدر مادرای همین نسلا میخوان حکومت هم بکنن، فحاشی میکنن. خب یه بیماری دیگه ولشون کرد، باید ولشون کرد و انقلاب رو رخ داده، واقعیت رو نمیتونن تغییر بدن. یه ملتی بلوغ سیاسی خودشو نشون داده. بنابراین از این لحاظ این انقلاب هم برحق بود، هم پشتوانه ملت رو داشت. برحق بود به خاطر که شعارهاش به نفع آینده این وطن بود و آینده هموطنان و هنوز هم شعارهاش اعتبار داره و هر کس به این انقلاب باور داشته و با جان دل در شرکت کرده باید به اصطلاح برای تحقق اهدافش بکوشه، سعی کنه این جنبش مهسا هم به جنبش زن زندگی آزادی به پیروزی برسه، چرا که دنباله همون انقلابه، برای اینکه همون اهداف رو کاملتر با در نظر گرفتن موقعیت امروز به اصطلاح منصه ظهور برسونن و بهش تحقق ببخشن. پس بنابراین اونهایی که انقلاب رو شورش میبینن یا مردم جاهل میدونن در آینه به خود نگاه میکنن و نمیتونن جلوی خواست اراده یک ملت رو بگیرن و جلوی موج انقلاب بایستن. خود شاهی رو که بهش اعتقاد داشتن گفت من صدای پای انقلاب شما رو شنیدم، حالا اینا نمیخوام بشنون، خب مسئله خودشونه، انبهار کردن تو گوش، نمیخوام بشنون که یه ملتی انقلاب کرد و رفت و این با این نظام به اصطلاح که چیزی دست کم از اون نداره، بدتر هم هست، با اینا هم داره مبارزه میکنه نسل جدید. پس بنابراین انقلاب ها به خواست اراده فردی نیست که رخ میده و به خواست اراده فردی هم و با دو تا به قول اصطلاح معروف فارسی به دعای گربه سیاه بارون نمیاد، با دو تا فحش و ناسزا و انکار واقعیت هم انقلاب از بین نمیره و آثارش در اذهان و وجدان جمعی از بین نمیره. امیدوارم که سوال شما رو پاسخ داده باشه. خیلی ممنون. خب شما اشاره داشتین به بخشی از این طیفا که با انقلاب مخالفند و پاسخ شما به اونا چیه؟ خب در هر حال میدونیم که بعضی ها برای این باورن که انقلاب به کجراه رفت و بعضی ها هم برای این باورن که انقلاب شکست خورد. خب میدونیم که ضد انقلاب حاکم یعنی آخوندا و طیف زورپرستای حاکم در قدرت انقلاب را به کجراه کشوندن. خب در اینجا آدم به کدوم یکی از اینا باور کنه؟ خب وقتی که نگاهی میکنه به گذشته میبینه که این نظام که محصول فکر میکند، حداقل فکر میکند محصول انقلاب است و چون این انقلاب شده، اگر انقلاب نمیشد این فضایی را که این نظام در همه موارد بسته، در ورزش بسته، در موسیقی بسته، در نمیدونم اظهار عقیده بسته، مگر اینکه از طریق خودشون بری بله همه چی بازه. چون که در رژیم پیشین هم همین بود، اگر از طریق خودشون میرفتی همه چی برای شما باز بود. اما
چرا مخالفت میکنن؟ این کیفی که مخالفت میکنن چیست؟ ببینید اندیشه رو باید با اندیشه پاسخ. یکی اگه روبروی من میسته، من میگم من به انقلاب مردمی ایران وفادارم، اونو برحق میدونم، ضرورت داشت، اجتناب ناپذیر بود، به شرایطی و دلایلی دارم، شروع کنه ناسزا بگه مثلا غلط کردی، انقلاب کردی، ما رو به باد دادید، شما جاهل بودید، فحاشی کنی، استدلال نیست، جواب اندیشه نیست. با اینا نمیشه بحث کرد. برو به دین خود، مرا به دین خود، چه کارش داری؟ بذار پشتشو بده، شاید شب آرام بخوابه، کمی تخلیه روانی کنه از خودش. اما یه عده هستن سالشونه، نسل جوانه، در موقع قبل از انقلاب نبوده، این نظام شاه رو تجربه نکرده، توی تظاهرات هم نبوده، تعداد مردم رو هم ندیده، شنیده یه اسامی رو هم شنیده و زیاد اطلاع نداره. نگاه میکنه میبینه در یه نظامی گرفتار شده که همونجور که شما به خوبی توصیف کردی راه به اصطلاح آزادی در هیچ جا نداشته، یا فاسد اون آخرای انشالله لبیک گفترهای آخرشه و جان دادناشه. خب این جوان سوالشه که شما میگن زمان شاه بهتر از این زمان بوده و چرا انقلاب کرد؟ چرا؟ خب من ازش اون موقع یه سوالشه، حق هم هست که سوال بکنی و جواب داد بهش میگم عزیز من، جوان امروز، نسل امروز، من مال نسل انقلاب 57م، وقتی شما الان با خشونت مواجهی به قول خودت در همه امور، میل نداری بری تو خیابون جنبش کنی، میگه چرا؟ رفتم تو همین جنبش بودم، تیر خوردم، ساچمه خوردم، دوستم، همکلاسیم، خواهرم، برادرم اذیت شده، زندان رفته فلان. میگم خب چگونه شما حق خود میدونید که برید اعتراض کنید، حتی جان شریفتونم به خطر بندازید و شعارم بدید، بگید که ما این نظام رو نمیخوایم؟ حقتون هست یا نه؟ مسلما حق خودش میدونه. میگم که خب به اصطلاح مردم سال 57 که با یه نظامی روبرو بودن که فقر بوده، شکنجه بوده، خفقان بوده، اجبار به عضویت در یه حزب بوده، وابسته بوده، بحرین رو از ایران، یه تکه‌ای تن ایران رو از ایران جدا کرد. من یادم خانواده‌ام سیاه پوشیدن، یعنی پدرم خیلی سمبولیک و ما هم متوجه شدیم جریان چیه. هزار تا از این کارهای بدتر هم کرده، بودجه‌اش اصلا به دست مردم، خرج جشن‌های 2500 ساله میکرد. من یادمه پدرم مجله اشترن آلمانی چون مترجم بود، زبانش خوب بود، آلمانی هم بلد بود، مجله اشترن از مطبوعات بین‌المللی شیراز خریده بود، اینو ترجمه برای ما میکرد که لیست کرده بود مثلا این گیرای سر سربازان که اونجا برای شبیه سربازان هخامنشی از طلا بود، خرج اینا چقدره. و بعد من خودم شاهد بودم دم دروازه قرآن شیراز، موقع نوجوانی بودم دیگه، این چیز حصار بسته بودن، یه کارگر روزمزد میخواست بره خونهش پیش زن و بچهش تو زرخون، میگفت چرا راهو بسته نمیذارید من برم؟ میگفتم برو شو ولکن، اینجوری بهش با یه لحن خشن و بهوالش میدادن. اونم گفت امیدوارم این پادشاهایی که دعوت کردید ها اومدن چادر زدن و براشون چیز کردید، ای کاش زندگی ما بدبختار میدید. گرفتن انداختنش تو ماشین، سوار بردش. خب این ظلما رو من به عنوان یک نوجوان شاهد بودم، میدیدم، از اون برم خونده بودم که چه خرجای عجیبی، چند اون موقع میلیون خرج این زمان خیلی بود، میلیون خرج این چادرهای پادشاه شده بود که یه عده پوز بدن که 2500 سال پادشاه، مردم چیز از فقر و گرسنگی، تراخم و به اصطلاح چیش میگن خوره و اینا خیلی روستا رو پر کرده بود، اینا جشن 2500 ساله میگرفتن. خب این فقرا بوده، ملت حق نداره بره تو خیابون بگه من میخوام انقلاب کنم و این رژیم نمیخوام. من با چند تا جوان صحبت کردم متقاعد شدن که آره. بعد گفتم خب ولی این رژیم بدتره. گفتم خب حقوق مدرسه میخوام، میگن من کف دستشو بود کرده. حالا شما انقلاب جنبش مهسا هستید، چه گارانتی 100% به ما میدید که در آینده رهبری این نظام
انحراف نره، رهبری این جنبش به انحراف نره؟ گارانتی داری؟ تضمین داری؟ گفتن نه. گفتم خب اون ملت هم تضمین نداشت. میشه این ایراد رو به نسل انقلاب گرفت که شما خیلی بیشتر از این باید مواظب رهبری خمینی میبودید. آره این اشتباهات، ولی باید به این علت اونا توهین کرد؟ نه. یک ملت رشید در حال رشد با فهم چیکار میکنه؟ از اشتباهاش درس میگیره، در مرحله بعدی انقلابش، در جنبش بعدیش اون اشتباهات رو جلویشو میگیره، تکرار نمیکنه. این دفعه خیلی مواظبه که بدیلش رو به خوبی بشناسه و تا به محضی که شروع کرد به فرعونیتی مثل خمینی که بگه 25 میلیون بگن آره من میگم نه، بگن تو مثل فرعونی، ساکت باش، اجازه نداری جلو ما مردم وایسیم. چرا ولایت فقیه؟ چه ولایتی؟ چرا مطلقه؟ اینا چی؟ ما نشا میخوایم به اصطلاح نه رهبر که برای ما بخواه حاکم بشه. پس باید تصحیح کرد اشتباهات رو، نه اینکه اون رو حذف کرد یا به یه نسل انقلاب شما سرکوفت بزنید که چرا انقلاب کردی. خب به خاطر همین هم نگرانید که چرا الان نمیان تو خیابون مسن‌ترها، برای که نمیشه که هم زبان تحقیر داشته باشید و سرکوب هم بگی بی کمک ما مادر و پدر شما اشتباه کردید تو کاراتو ولی بیاد تو خیابون کنار ما. خب میگی من اگه بیام، میگی یه بار دیگه هم اشتباه کردی نمیام، خودت تنها برو. ما چیکار کردیم؟ ما هم رفتیم تو خیابون. خب نه اونم سوال آخرین سوال من در همینجاست چون وقت کمه. خب چه راهکارهایی رو باید به جامعه عرضه کرد تا این دو نسل، نسلی که انقلاب کرد و نسلی که در قلیان هست، در جنبش هست، که یک ادامه انقلاب را میسر کنه تا استقرار جمهوری شهروندان که آرزوی دیرینه ما از انقلاب مشروطیت به این ور بود، در عرض یک قرن، بیش از یک قرن انقلاب کردیم، این آرزو بر گل بشینه. ببینید همونجور که عرض کردم هیچ ملتی بر خودش بخیل نیست. شما نمیتونید بگی ملت ایران آزادی رو دوست نداره، استقلال رو دوست نداره. این ور اونور هستن آدمای که جز مافیان کلاشن، همه ملت ها دارن، مگه نداره؟ آدم دوست تو همه جای جامعه هست، مخصوص جامعه ایران نیست. هیچ ملتی در کلیتش نمیخواد در فقر، در فساد، در وابستگی، بدبختی، جهل زندگی کنه. پس این نسل عزیز جوان ایران باید بداند که اگر شما نافی پدر و مادرت شدی، یعنی گفتی عقل نداشت، حواس جمع نبود، دیوانه بود، این صفتها رو دادی، موجودیت و هویت خود از کجا میاری؟ شما از پدر و مادراتون میگیرید، از تربیت اونها برخوردار شدید. پس بنابراین ضمن احترام به خواسته ها و اهداف اونها نگاه کن قوت‌های پدر و مادر شما نسل قبلی، نسل انقلاب 57 کجا بوده؟ اون قوت‌ها رو دو دستی بچسب و بهش هم بیفزا. نگاه بکن ولی منصفانه، چه در ضعفاش چه در قوت‌ها. نگاه کن ضعفاش کجا بوده، ضعف‌ها رو ترمیم کن، تصحیح کن و تو مرتکب نشو. این گونه انرژی حاصل از نسل قبل رو، انرژی متراکم شده از نسل‌های زیادی در ایران که می‌خواستن به گفته درست شما بسا جمهوری مشارکتی و استقلال آزادی رشد رو هدیه بیارن برای ایران، متراکم میشه در نسل شما و به شما انرژی چند برابر میده عزیزان، تا بتونید هدفتون رو به خوبی به اصطلاح پی بگیرید، مواظب ضعفاش باشید، بدیل رو از این به بعد خوب بشناسید، برنامه هاشو مشخص باشه، مردودها آنچه را که نمیطلبید رو همجور که واضح در شعارها میگید، آنچه را که مطلوبتون است و میخواد انجام بشه شفاف بیان کنید در قالب شعار، تا در جامعه پیدا مردم بدونن که این پاره که میذارن تو خیابون میخواد انقلابی بشه، به کجا میخواد ختم بشه. شعارها مشخص باشه و مواظب دزدان انقلابتون هم باشید، مواظب کسانی که شعار میدن که
میخوان خودشون به سلطنت برسن، یا هدفشون فقط سرنگونی این نظام بدون اینکه بخواد جا به جا بشه. حالا شیخ بره مثلا ارتشی بیاد، شیخ بره حزب ترازنوی بیاد، شیخ بره آقای پهلوی برگرده. نه، میخواد اون کسانی رو شما باید به عنوان بدیل انتخاب کنید که حساب پس داده باشن، گذشته پاکی داشته باشن، برنامه‌های موافق با حقوق انسانی، حقوق شهروندان، حقوق ملی، حقوق طبیعت، حقوق جامعه ایران به مثابه عضوی از جامعه جهانی داشته باشن، ضد حقوق شما مردم نباشن، شما رو احمق ندونن. اگه احمق بدونن فردا رأی شما رو نیاز ندارن، اگر شما رو دانا بدونن به رأی شما نیازمند خواهند بود. پس بنابراین این تصحیحات رو انجام بدن، پشتیبانی نسل قبل رو بخوان، ضمن احترام به اونها تا اون هدف که مشترکه به نتیجه برسه. و این گونه پر انرژی میشه این چیز در مقابل خشونت های بی حد هستی که این نظام حاکم میکنه. هیچ نظام دیکتاتوری اگر بدترین ارتشارم آورده شاید کم دیر و زود شد، ولی از جهان رشد کرده و نمیتونه دوام بیاره. از پینوشه بدتر نبوده یا نمیدونم به اصطلاح پول پوت بدتر نبوده. نه، جامعه متحول میشه، رشد میکنه، منتها با صمیمیت، با عدالت، با انصاف با هم برخورد کنیم و مطالعه کنیم، گذشته رو خوب بشناسیم، آیندهمون رو خوب ترسیم کنیم و چشم انداز داشته باشیم تا بتونیم در حال با کمک همدیگه برنامه ریزی کنیم برای بهبود وضع وطن و هموطنان. امیدوارم به سوال سوم شما پاسخ داده باشه. با سپاس فراوان از شما. امیدوارم شما را در برنامه‌های آینده داشته باشیم و گرچه از هموطنان ما از ما میخوان که در رابطه با مسائل اقتصادی و برنامه بودجه با شما بیشتر به بحث گفتگو بپردازیم. چشم، حتما در این نگارشش هستم، حتما پایان یافت شما رو مطلع خواهم. متشکرم از لطف شما. به امید ایرانی آباد آزاد و به شما به درود میگیم تا فرصت دیگر. روز و روزگارم بر شما خوش. ممنون. شب شما و شنوندگان محترمتونم بخیر. خدا نگهدار. خدا نگهدار. با سپاس فراوان. بله، به مناسبت سال روز، یعنی نزدیکی 2 روز دیگه است سال روز انقلاب بزرگ ملت ایران، دلایل به حق بودن انقلاب را از زبان خانم ژاله وفا شنیدیم. ما را از طریق فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید. اگر دوستان مایل باشن میتوانن عضو تلگرام رادیو اصل جدید بشن. ما بیشتر پیاما یا اینکه کلیپایی که به دست ما میرسه سعی میکنیم در تلگرام رادیو اصل جدید بیاریم، از اونجایی که چندین بار از طرف فیسبوک ما مورد در واقع ما تعطیل کردن دیگه تعطیل میکنیم و اما در هر حال در واتساپ فعال هستیم، در گروه های تلگرامی هم هستیم. اگر مطلبی هم داشته باشید برای ما بفرستید. از طریق ایمیل ما هست info@asrjadid.com info@asrjadid.com مطالبتون رو میتوانید بفرستید، یا از طریق اینستاگرام، تلگرام و مسنجر. حسین جوادزاده هم هستم، میتوانید سرچ کنید و بفرستید. با سپاس از شما که با برنامه ها رو گوش دادید. تا هفته آینده که برنامه پنجشنبه جمعه، همه شما را به خدای بزرگ میسپاریم و امید ایرانی آباد آزاد و داشتن یک نظام مردم سالار و با شنیدن ترانه‌ای به پایان برنامه این هفته‌مون میرسیم. روز و روزگاران بر شما خوش. با وفا ای خاک ایران، مسلک و راه دلیران، پایگاه شیر ژیان، نر شیران چه شد، رعنا جوانان چه شد. پای تخت نوست تو بودی،
جای کیکان